گندم پوکر فیس. یعنی گندم خوشگله اینجاست برای ما میخواد آشپزی کنه. تا چند لحظه دیگر شما رو به آشپزی گندم خوشگله گندم آشپزی لایو تا حالا نداشته آخه با این همه تماشاچی. جوجه کباب درست کنه. جوجه کباب درست کنه. یه بار دیگه. چرا؟ خیلی بامزه میشه. من دلم میخواد الان همشو بخورم. گندم داره از این سس گریلی طعم سیر و زنجبیلش رو میزنه به مرغش. بچه‌ها این بدون نیاز دیگه مثلا به پیاز و نمیدونم چیزای دیگه سری مزه‌دار میکنه. یه رو به مزه‌دار میکنه مرغا. با طعم سیر و زنجبیل. الان قشنگ منم میتونم هم بزنم اینجوری بمالم اینجوری کنم. بمالم با هم دیگه بمالیم. بیارید. بچه‌ها هم دارن باش می‌پزن. تندتر ببینیم کی تندتر میتونه بماله. همزمان آموزش لایو عزیزم. چی می‌پزی؟ ندارن بچه‌ها. سبزیجات چیه؟ بگو سبزیجات. سبزیجات. میگه جینگلیجات. جینگلیجات چیه؟ بابا بگو سبزیجات. آره من گوشام لحظه داره نمیشه. گندم به بچه هم بگو سس سبزیجات بردارن. بعد بگو بذار نه بذار صدات زیاد بشه. بگو سس سبزیجات بردارید. سس سبزیجات بردارید دیگه. چرا برنمی‌دارید با بچه همه بگید چه خبرته؟ چه خبره چیه؟ ببین این بریش کنی فکر کنم بهتره. اینجوری خیلی نکشم. خدا رو شروع شد. حال میریم اون وقت این گندم رو ببین خسته نمیشه. هرچی بهش میگیم بسه پاشو بریم نمیاد. نگاه عکس گرفتن اینو عکس گرفتنش رو چه جستاییه